باورم ناید که امشب یار آید در برم. باورم ناید که امشب یار آید در برم. در برم آید ببینم تا بیاید باورم. ساغرم از عکس روی یار دارد موج می یارم. موج می جوشی تجلی میزند در ساغرم. موج می جوشی تجلی میزند در ساغرم. دلبرم هرگز نمی آید به خوابم در بغلم. آید به بیداری زیباستی دلبرم. در بغل آید به بیداری زیباستی دلبرم. گوهرم عالیست از گردی یتیمی در نظر. در نظر آینه حسنی مانی گوهرم. بر سرم پانی که ماند تا قیامت ای پری. ای پری از نقش پایت تاج شاهی بر سرم.
بازم درود و صد سلام تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه. باز هم برنامه خاطره هاست. منظور شما بلکه از ابتدای برنامه شما پی بردید که ما امروز برنامه‌مون رو بخشیدیم به شش مقام و بلکه در ابتدای برنامه یکی از آفریده های زیبای از همین ژانر فروغ عملی دوگاه اجرا شد از جانب یک نفر از دانشجویان دانشکده فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترسونزاده عبدالملک برکایف و امروز در مهمانی ما قرار دارند ظاهرشاه حیدرف که عبدالملک برکایف شاگرد استاد هستند و همچنین شاگردان دیگرشان هستند با یک نفر از مطربان همین دانشکده یعنی دانشکده فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترسونزاده. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد میگویم که بار دیگر ما را همیشه در این برنامه دعوت میکنید و یاد از ما میکنید و ما پیوسته امروز کوشش کرده ایستادیم که جوانان را برای وطن دوستی و برای تربیت نمودن نسل نورس برای موسیقی ملی امروز کوشش به خرج داده ایستادیم و باید هر یکی ما امروز اون استادانی که در موسیقی ملی فعالیت میکنند باید وظیفه اولینشون تربیت نمودن نسل نورس باشد و با برابری که سراینده هستند امروز در انسامبل هایی که امروز در مقیاس کشور ما کار و فعالیت میکنند باید یک دو جوانان رو باید تربیت نمایند تا به نسل نورس این موسیقی ملی ما یعنی دوام دهنده باشد و اون هنرمندی که امروز معروفیت دارد امروز من فکر میکنم که یکی از شش مقامخانه‌های بزرگ است باید مثل استادانی که شاگرد تربیت نمودند و ما باید شاگرد تربیت نماید و ما با این وسیله میتوانیم باز هم موسیقی ملی خود را اسرهای عصر دوام دهیم و این موسیقی ملی وابسته به همون دور و زمان خود یک نوگانی می شود. شما خواهیم نخواهیم امروز زمان تکنولوژی هست امروز این شبکه‌های اجتماعی که ما داریم بر تاثیر خود را می رساند و اون استادانی که پیشتر می سراییدند امروز می سرایند کلا یعنی ساختار ویران نشده است لیکن نالیش و طرز فهمیش و طرز خواندن فرق می کند و اون دورها که بیشتر من فکر میکنم این مکتب هایی که امروز در تاجیکستان عزیز ما هست کنسرواتوری ملی تاجیکستان دانشکده فرهنگ و صنعت و کالج های امروز مکتب های موسیقی فعالیت میکنن پیشتر کم به نظر میرسید و بسیارتر در همون جای فرهنگی یعنی در همون چایخانه و همون در نشست ها یعنی زمزم در محله ها و زمزمه می نمودند و با همین گونه یاد می گرفتند یعنی شاگرد به خانه استاد می رفت در خانه استاد برای استاد یعنی در همون خدمت میکرد و در اونجا یاد میگرفت. امروز که دوران استقلالیت است امروز کنسرواتوری ملی تاجیکستان چنانی در پیش گفتم دانشکده فرهنگ و صنعت امروز شش مقام رو با علمش آموزانده ایستادند با ضرب با نوازش و عروض وزنی یعنی شعر و تاریخی موسیقی امروز سلفیج و نظری موسیقی و بسیار یک علمی وسیع را در بر گرفته است و باید هر یکی جوانی که امروز میخواهد آینده رو به موسیقی ملی آورد و میخواهد که یک هنرمندی پوره به وای رسد باید همین علم ها را باید آموزد و امروز ها ما پیوسته کوشش کرده ایستادیم که جوانان را به همین رویه به همین استاد و شاگرد مکتبی استاد شاگرد تربیت نماییم و کوشش نموده ایستادیم که کمی باشد هم همین ذره خود رو برای موسیقی ملی باید گذاشته باشیم و راستی من چون شاگردان می سرایند بس هم بعضی هم افتخار هم میکنم که چون این جوانان با این جوانی خود رو به موسیقی ملی با یک موسیقی ملی که نامش شش مقام است بسیار مشکل است و بسیار اوج و فراورد و نمودهای زیاد دارد که این را از خود نمودن برای جوان بسیار هم مشکلی است لیکن با همین مشکلی اینا یعنی مهر دارند همون جوانی که در دل مهر و ذوق دارد او در آینده میتواند
як чашмақомхони хуб шавад, як мусиқидони хуб шавад. ва имрӯз боиси хушбахтист ки дар донишкадии фарҳанг ва санъат худ ман дар он ҷо фаъолият мекунам. ҷавонони зиёдро тарбият намуда истодам ки шумо ҳоло шоҳид гаштед ки Баракаев Абдумалик аллакай курси 2 аст ки аллакай аз мусиқӣ, аз зарб ва каме бархӯрдор аст. ман боварӣ дорам ки дар оянда яке аз ҳунармандони барҷаста мешавад ва ин яку якбора ман фикр мекунам ки ин шашмақомхонӣ, он нозукиҳое ки дар шашмақом истифода бурда мешавад, яку якбора пайдо намешавад ва пайваста машқу тамрин ва шашмақомхониам сол талаб мекунад. ва чун аз Абдумалик гуфтед, биёед як тарона, агар таронаи дигар аз ӯ фар бисарояд ва баъдан суҳбатро атрофи ӯ идома диҳед. Майлаш, як суруд аз Уфари Сафти Наво, аз мақоми Наво, ғазал аз Ҳофиз омода намудем ва ин сурудҳоро мо бо баҳонаи озмуне ки ҳамасола дар миқёси кишвари мо мешавад, Тоҷикистон ватани азизи ман, дар ҳамин озмунҳо омода намуда истодаем ва бояд пайваста боз ҳам машқу тамрин намояд ва он камбудиҳое ки дар худ мо эҳсос мекунем онҳоро бартараф намояд. марҳамат. مشک سای تو تابی بنفشمی دهد تو رای مشک سای تو پرده غون کمی درد خنده دل کشای تو پرده غون کمی درد خنده دل کشای تو گولی خوش نسیمی من بلبلی خیش را مسوز ای گولی خوش نسیمی من بلبلی خیش را مسوز کسری صدق میکند شب همه شب دعای تو کسری صدق میکند شب همه شب دعای تو یارم دشمن و دوست کو بگو هر غرضی که ممکن است جبری همه جهانیان میکشم از برای تو یار یارم میری رو خط سرشت من خاکی رنگ بیشت من یار یارم تو سر نوشتی من راحتی من رضای تو عشقی تو سر نوشتی من راحتی من رضای تو یارم شراب و سوزی عشق و نفسم رود زیادم که سری پر هوس شود خاکی دری سرای تو
خوشمنیست آرزت خاصکی در بهاری هوست خوشمنیست آرزت خاصکی در بهاری هوست حافظی خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو حافظی خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو دوستان عزتمند ادامه برنامه خاطره هاست و این زمان بهر شما اوفر صوتی نوا پیشنهاد شد در اجرای دانشجوی دانشکده فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترسونزاده عبدالملک برکایف و من باور دارم که شما کاستگی رو در همین ترانه احساس نکردید. شما چی ظاهر شد به عنوان استاد؟ زیرا ما یک شنونده عادی هستیم، ما یک تماشابین هستیم که هنگامی که شش مقام رو میشنویم اون ما رو به دنیای خودش میبرد. ولی یک شنونده اون رو به خاطر آرامش روح و روانمون گوش میکنیم. اما من گمان میکنم که متخصصان، کارشناسان، استادان از دیگر جهت شش مقام رو گوش میکنن. اونی که نوله ها تا کجا اجرا میشود و قاعده های شش مقام در این ترانه تا کجا اجرا شد، زیرا هر یک ترانه قاعده های خود رو دارد. بله. چنانکه که شاهد گشتیم من فکر میکنم که یعنی این سرود هم برای خواندن دیاپازونی باید کلان داشت و از اجرای این سرود عبدالملک بسیار خوب برآمد و فکر میکنم که حالا هضم نشده است و حالا بعضی کمبودی، بعضی یعنی همون پیش و عقب شدن ها دیده می شود. باید همش یعنی باید روان، مثل آب روان باید رود. بعضی جاها از چون که من هم نواختم هم گوش کردم این کمبودی بود و در خود مشق و تمرینم بارها میگفتم و من فکر میکنم که این آهسته 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 پخته میرسد از نتیجه زیاد خواندن. از زیاد خواندن. بله، بعضی جاها نارسایی دیده می شود و من فکر میکنم که این یک درس هست و این یک در نزد تماشابین هنرنمایی نمودند و آهسته آهسته من فکر میکنم که همین گونه جوانانی که لیاقت خوب دارند، آواز خوب دارند، باید ما در برنامه ها همیشه دعوت کنیم و آنها در نزد تماشابین برآمد نمودن رو یاد گیرند. حتی در همین استودیویی که ما قرار داریم بعضی جوانان شاید دانشگاه رو تمام میکنن اما همین استودیو رو ندیده میروند. این یک بدبختی هم استاد هست هم همون شاگردی که یعنی در 5 سال در 4 سال یک مرتبه در تلویزیون برآمد نموده است. این بدبختی است. باید هر یک استادانی که امروز هستند شاگردان خود رو در برنامه ها یعنی برند و آنها همین استودیو چگونه بودنش رو همین استودیو ثبت آواز عموما از این جهتش هم باید برخوردار باشند. با برابری که هنر می آموزند، علم می آموزند، باید از این ثبت ها باید باخبر باشند و در نزد تماشابین چگونه برآمد نمودند. شاید این ثبت رو میبینند آن کمبودی که دارد خودش احساس میکند، دفعه آینده بله اصلاح میکند. این یک پیشروی کار هم میشود. ظاهر چون امروز ما اطراف شش مقام سخن گفته ایستادیم و بازخوانی کرده ایستادیم ترانه های زیبا رو، بیاد از همون آفریده های محلی یک ترانه انتخاب کنیم. یک دوگاهی 4 از مقام های اسفره که بسیار معمور و مشهور است که بنده در آنجا تولد یافتم و امروز یکی از دوام دهندگان مکتب مقامی اسفره هستم و آن مقام هایی که در محله هستند امروز به پایتخت برای جوانان آموزنده ایستادم و باز هم هر یکی آنها به یک لحن و شیوه خود خوانده ایستادند که یعنی در ساختار و در خواندن همون مکتب مقام خوانی اسفره دیده می شود و این هم باید هر یکی ما جوانان با برابری 6 مقام خواندن مکتب های محلی را باید آموزیم، چون که در آنجا سرودهای خاموش هستند که
یعنی آنها را ما به پایتخت آوریم، یعنی نوتچینی نماییم و برای جوانان آموزانیم و این سرودها به نسل نورست برسد. بله. و با همین وسیله ما میتوانیم هم مکتب‌های مقام‌های محلی را احیا کنیم و 6 مقام را باز هم رواج و رونق دهیم. باشد، مرحمت. بیاید میخونیم. از جراحت های پنهانی من است. این همه خون بکنده چشم گریانی من است. گشت پیدا از جراحت های پنهانی من است. قاصدی جانم که آید بهر قتل دیگری. قاصدی جانم مگو قاصدی جانی من است. قاصدی جانم که آید بهر قتل دیگری. قاصدی جانم مگو قاصدی جانی من است. شوم خاکی رهاشی با گردی من ببر. هر گویم لانگهی سر یه خیرامانی من است. از جگر جامی کباب زخونی دل شراب که شبام خود خوری بد از میمانی من است. دوستان عزتمند، حالا برنامه خاطره‌ها طریق افیر تلویزیون سفینه پخش می شود و عین زمان شما سرودی از مقام‌های محلی اسپره را شنیدید و یک جهت فرق کننده ترانه‌ها از مقام‌های اسپره این در
طرز گفتارش است، یعنی سخن فهموتر است. بله. جهت‌های دیگری فرخ‌کننده‌اش در چیست؟ جهت‌هایش یعنی در پرده‌های شش مقام، یعنی تکیه به پرده‌های شش مقام سرودهای ایجاد نمودند که خاص همون مقام‌های محلی است با همون یک لحن خود. بعضی ناله‌های بیگانه دیده نمی‌شود و آن سرودی که همون ناله را طلب می‌کند همون ناله استفاده برده می‌شود. بعضی در مقام‌ها بعضی ناله‌های غیر دیده می‌شود که عموماً در همون موسیقی در همون شش مقامی که می‌سرایند با همون توهم نیست، یعنی جداگانه دیده می‌شود. نه که در مقام‌های محلی که امروز مقام‌های محلی اسفره استادانی که در این یعنی در همین وادی به دنیا آمدند برای موسیقی مردم اسفره خیلی زحمت‌های زیاد کشیدند، سرودهای ایجاد نمودند در پرده‌های شش مقام و هم ساده‌تر است هم فهماتر است. و از نگاه اگر یک شنونده عادی اگر بگویم مقام‌های محلی اسفره شنیدنش سبکتر است، یعنی وزنینی ندارد، با شنونده وزنینی نمی‌آورد. بله و بعد تیز به دل میرسد، به دل میچسبد و من فکر میکنم که از همون استاد زیباپری، عمر حافظ، استاد میرزا قربان سالی و امروز استادانی هستند که همین مکتب مقام اسفره ادامه دادند. من راستی خوش به حالشان که من از اون استادا درس گرفتم، سبق آموختم و نازکی‌های مقام‌های اسفره را آموختم و امروز در دانشکده عالی در مکتب‌های عالی همون مقام‌های محلی را آموزنده ایستادم که این جوانان میروند به جایهای خود همین مقام‌ها را به نسل نورس میرسانند و آنها هم از این مقام‌های اسفره آگاهی پیدا میکنند. ببینید یک نفر چگونه سهم خود را گذاشته میتواند. ببینید الکی نسل به نسل به هر یکی ما اگر چون استادان وظیفه خود را اجرا کردن باید هر یکی ما هم همین گونه اگر اجرا کنیم دولت ما آباد می شود. نه تنها من تنها موسیقی را در نظر ندارم، عموما کدام سمتی که امروز ما فعالیت میکنیم باید اگر صادقانه باشد صادقانه خدمت کنیم و سهم خود را به همون کسب خود به همون ملت خود گذاریم. من فکر میکنم که باز هم کاری ما زیبا و پرنور می شود و با همین وسیله ما می توانیم هنری خود را عموما تاجیک بودن خود را به جهانیان معرفی نماییم. بله و حالا که به انتهای برنامه نزدیک میشیم در انتها چی پیشنهاد میکنید؟ یک سرودی که آماده نمودیم فروغی صفتی نوا از مقام نوا غزل از حافظ که این را هم باز همین دانشجوی عزیزی ما برکیف عبدالملک اجرا می نمایند. دوستان عزتمند ما نیز میخواهیم که در هوای همین ترانه برنامه را جمع بست کنیم. در انتها برای همه شما در همه حالت حیات خوشبختی میخواهیم و بگذار که همیشه موسیقی های صرف تاجیکی، موسیقی هایی که به روح و روان ما آرامش میبخشند در خاندانمان صدا بدهند. برنامه خاطره ها بود و در انتها یک ترانه دیگر را میشنویم.
پیشش میرم در غمم خنده چی سود ور برنجم خاطری نازک برنجان عزیمم ور برنجم خاطری نازک برنجان عزیمم هر کس می نماید غم چو گل ور بگویم باز پوشم عزیمم یارم چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین گفت میخواهی ز من تا جوی خود را نگزیدم گرچه فرهادم به تلخی جان برایت حیف نیست یارم بس حکایت های شیرین باز میماند ز من